سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دوستای عزیزم. خیلی خوش اومدید به این جلسه از آموزش‌های 0 تا 100 کانال سی‌پی‌یونی. تو این جلسه قراره بهتون آموزش بدم چطور میتونید داخل نرم افزار الستریتور یه همچین لوگویی رو به راحتی درست کنید. پس لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتم حتما با خبر بشید و ویدیوم رو ببینید. بریم سراغ آموزش امروزمون. خب دوستای عزیزم، اولین کاری که انجام میدیم میایم ابزار الیپس تولمون رو برمی‌داریم، آلت و شیفت رو نگه می‌داریم و یه دونه الیپس حدوداً این اندازه‌ای میکشیم. با کنترل C و با کنترل F یه دونه دوپلیکیت یا پیست این فرانت ازش میگیریم. دوباره میایم از این گوشه آلت و شیفت رو نگه می‌داریم و اون دایره‌ای که پیست این فرانتش کردیم رو یه مقدار کوچیک‌ترش می‌کنیم بدیشه. دوباره میایم جفتشون رو با هم دیگه سلکت می‌کنیم و آلت رو نگه می‌داریم، یه دونه دوپلیکیت ازش میگیریم، شیفت هم نگه می‌داریم که تو همون راستا حرکت کنه و دقیقاً اینجا قرارش میدیم. دوبار کنترل دی رو میزنیم و دوباره همه رو با هم دیگه سلکت میکنیم، آلت رو نگه می‌داریم، این دفعه میایم رو به پایین، دوباره شیفت رو نگه می‌داریم تا اینجا. دوباره دوبار کنترل دی رو میزنیم. موقعی که شکلمون به یه همچین شکلی رسید با کنترل جی میایم گروپش میکنیم، از این گوشه شیفت رو نگه میداریم و 45 درجه میچرخونیمش. الان شیپمون به یه همچین حالتی در اومد. میایم وسط چینش میکنیم و ابزار شیپ بیلدر تولمون رو برمیداریم. میایم استروک رو حذف میکنیم و فیلمون رو روی مشکی قرار میدیم و این آبجکتمون رو یه بار روش کلیک میکنیم. میایم از این قسمت شروع میکنیم به کشیدن تا اینجا، دوباره اینو یه دونه روش کلیک میکنیم، دوباره میایم از اینجا میکشیم تا اینجا و همین حرکت رو تکرار میکنیم تا به آخر. خب حالا اون نقطه وسطمون رو هم یه دونه روش کلیک میکنیم که مربع وسطمون هم درست کنه. حالا میایم از سلکت درش میاریم و این ابزار ماجیکمون رو برمیداریم، روی این دایره‌مون کلیک میکنیم و دکمه دیلیت رو میزنیم. حالا میایم کنترل رو نگه میداریم و این مربع وسطیه رو روش کلیک میکنیم، سلکت. میایم با ابزار دایرکت سلکشن تول انتخابش میکنیم، این گوشه رو میگیریم و گردش میکنیم، دوباره ابزار سلکشن تولمون رو برمی‌داریم، آلت و شیفت رو نگه میداریم و یه مقدار بزرگترش میکنیم، حدوداً این اندازه، و بعد دوباره دیزوم میکنیم و به همین راحتی ما تونستیم لوگومون رو بسازیم. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیوی جدید گذاشتم حتما با خبر بشید و ویدیوم رو ببینید. تا جلسه دیگه و آموزش دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار همتون. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town.